امی کسایی که برای پیغمبر هم استدلال میکردن چی بود دلیلشان؟ اجئتنا لنعبد الله وحده. برای پیغمبر میگفتن آیا تو آمدی برای از که ما الله را به یگانگیش عبادت بکنیم و نذر ما کان یعبد آباؤنا، و بگذاریم آنچه را که پدران ما میکردن. پدرای ما صاحب بت پرستی میکردن، پدرای ما نوروزی داشتن، پدرای ما مثلا بدعت ها داشتن، پدرای ما شول شیرین داشتن، پدرای ما عاشورا را تجلیل میکردن. این خیلی ما دیگه کل از این ترک بکنیم؟ پدرای ما در عروسی ساز می آوردن، می رقصیدن، دخترها را می آوردن، بچه‌ها را می آوردن. ما صاحب از فلانی جای کابل هستیم، مردم ما با رقصندگری بیخی از پدر رواجشان است. اینا کی است؟ اینا کلش چی میگن؟ فقط گپش چی است؟ پدر 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 پدر. در حالی که سعدی چی میگه؟ میگه پشت نام پدر چی میگردی؟ پدر خویش شو اگر مردی. پشت نام پدر چی میگردی؟ باز جای دیگه میگه پسرم وقتی تو را در قبر نهند نگویند که پدرت کیست، گویند عملت چیست. تو را به پدرت چی؟ ابراهیم علیه السلام پیغمبر بود، پدرش بت تراش بود و بت می ساخت. آل ابراهیم علیه السلام باید پشت پدر خود میرفت؟ گفت نه خیر، من نمیرم. علی ابن ابی طالب رضی الله عنه یک نوجوان 10 ساله بود، لکن شخصیت عالی داشت. وقتی که حق فهمید، وحدانیت الله را رسول اکرم صلی الله علیه و آله برش معرفی کرد، فوراً گفت مرا که الله پیدا کرده خاص پدرم مشوره نگرفته، من به مشوره پدرم به وحدانیت الله ایمان میارم. و جوان 10 ساله نوجوان مسلمان شد.